رند من شهرجو من 3 سال بود که بیماری گپاتیت C بعد از اون روزی 3 روز پیچ شدگی من چند جا رو تبابت کردم بالینسای سکوری بخور رفتیم بالینسای گاسترنترولوژی خور رفتیم روزی ما باید که همینا جراحی کردن در شهر هندوستان من دستم کوتاهی کرده ایستاده است خدا فرش و موندگی نرفته ایستاده است من به نزدیکی $180 به یگیپتسکی دارو خریدم و انا خورده ایستاده است بعد حالی میگم که در وایبا پیشیوود با زخلیوب که گفتگی چیز بود است همینا موندن در کار بود است بایم $250 گفتن من همین اخوال آیله دار 3 فرزند دارد من 3 سال باز کار نمیکنن من خودم مقطع 25 من معلمش کار میکنم برای همین سلام دستم کتاب برای همین من گفته ایستادم که التماس اگر علاجی که باشد کی که تواند کمک دست یاری رسانتان